صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. پایان کتاب یکم به جای آخر سخن. عادتاً سرچشمه رود و دریاها از مکانی بسا دور و نهان از نظرها ابتدا می‌گیرد. شاخابچه نظرناگیر از دامن پیریخ‌ها، کوه‌های دستنارس، دره‌های تنگ و کسناگذر و جنگلستان‌های انبوه گذشته، سیرابتر و پهناورتر شده عاقبت تا آبادی‌ها رفته می‌رسد. نیازمندان و کارافتادگان هر کدام وابسته به همت و احتیاج خویش از ساحلی برایشان نزدیک آب می‌گیرند، مراد دل و تشنگی خود را می‌شکنند و از کجا آغاز یافتن و تا کجا رفته رسیدن دریا را به گوشه خیال هم نمی‌آورند. و کم کسی است که جرأت نموده به سرچشمه‌های دوری دریا به آغازهای آن روی نیاز آورد. تاریخ تمدن و دولتداری هم به سرنوشت دریا شباهت عجیبی دارد. کمینه نیز از برکت استقلالیت و دولتداری ملی الهام گرفته عزمی به سرچشمه و آغازها رسیدن نمودم و این سفر نه از غایت هوا و هوس بلکه از روی ادای قرض فرزندی در نزد آب و خاک دیار وطن کهن بنیاد و ملت عزیز و جفا کشیده تاجیک ابتدا یافت. مسافر را گله کردن از سختی های راه روان است و از هر کسی که صحیفه آخرین این کتاب را می پوشد فقط یک تمنا دارم: کمی مسافر نابلد را کم مبینید، به دستاویز خاکسارانه او عیب مگیرید، زیرا این سفر نخستین بود و از سرچشمه دریا دسته گل آوردم به خاک قدمجای اسماعیل سامانی. پیدایش، تشکل و هویت هر یک خلق و ملت را در مرحله های گوناگون تاریخ سرگذشت و سرنوشت آن معین می سازد. در مرحله های گوناگون تاریخ سرگذشت و سرنوشت آن معین می سازد. خلق قدیمه تاجیک در طول تاریخ بسا جفاها کشیده است نیز برد و باختهای خود را از دوره پیدایش تا کنون محض در ترازوی تاریخ معین می کند. این امر طبیعی است، زیرا تاریخ آینه است که ما در آن موقع گذشتگانمان را در مسیر تاریخ با همه شهامت و خاری و زاریش دیده به حسن و قبح فعالیت کاربری او سرفهم رفته به این واسطه قدم به سوی خویشتن شناسی و خودآگاهی نهاده با دیده عبرت دورنمای کشور و مردم خود را معین کرده می توانیم. آره، به تاریخ ملت خود چون به آینه پاک و مقدس نظر باید کرد. آینه ای که عکس خلق را تنها با همه شکوه و جلال یا عیب و نقصان نشان می دهد. یعنی تاریخ دوستی حقیقت گوست و صحیفه های پر افتخار و پر انحراف آن را با تحمل باید آموخت. و بخصوص در این مرحله خیلی حساس سرنوشت ساز تاریخی که تقدیر دولت و استقلال را نصیب ملت تاجیک و مردم تاجیکستان گردانیده است، لازم است که ما به آینه تاریخمان از هر جهت عمیق نظر افکنیم. این برای خودشناسی جامعه در این ایام مرکب پرماجرا و اختلاف نظرها خیلی ضرور است. تنها آینه تاریخ بسا نازک و کامل آموختن دوران گوناگون دولتداری اجدادان چشم خودشناسی ما را می‌گشاید و پیوند ما را به گذشتگانمان قوی می‌سازد. برای بهبود آینده جمعیت و آبادی کشور راه می‌گشاید. نگریستن به پیرهه‌های تاریخ ملت و مراد و نامرادی‌های آن هنگام رویدادهای پیش در پیش مبارزه‌های خونین در عین حال از همین جهت مهم باشد و پوشیده نیست که جریان تشکلیابی خلق تاجیک هم از شیب و فرازها، گیرودارها و جانیساری‌ها
дар канор набудааст. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.